بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بلغ العلا بکماله، کشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیه و آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سلام و صد سلام خدمت همه شما بزرگواران هر جای دنیا که هستید. امید است که همیشه در پناه حق باشید. ماه رمضان است و ماه طاعت، ماه تغییر و تحول در زندگی، ماه تلنگر زدن به خود، بازپرسی و بازنگری در خود که ما کجا داریم میریم. این ماه اون ماهیه که خداوند متعال به اون جایگاه خاصی داده. امام ابن الجوزی میگه که خداوند منان به حضرت یعقوب 12 تا بچه داده بود. یکی از این بچه هاش که حضرت یوسف بود اون از همه بیشتر دوست داشت. خداوند هم به ما 12 تا ماه داده و از بین این ماه‌های 12 گانه ماه رمضان از همه بیشتر و عزیزتر داشته. و همونطور که خداوند از بچه های یعقوب، اون بچه هایی که گناه بزرگی رو مرتکب شده بودند، با دعای یکی از ایشون که یوسف بود درگذشت، این رمضان همون فرصت دعاست تا ما بیاییم در فضای رمضان همه اون لغزش هایی که در طول سال از ما صورت گرفته اونها رو پاک کنیم، از خدامون مغفرت بخوایم، در رمضان یه نیروی جدید بگیریم برای سالی که در پیش داریم و یک پاکسازی بر اون سالی که گذشت، اون سیاهی هایی که بر دل نشسته اونها رو خوب سنباده بکشیم به قلبامون و قلبامون رو صافش کنیم. این رمضان و ماهی که ما باید از الان اگر دیر شده از هر لحظه‌ای که در بیابیم باز هم ماهی را هست و هر وقت از آب بگیری تازه است. شروع کنیم به برنامه ریزی درست که چطور از این فرصت طلایی بهترین استفاده رو ببریم. این ماه رمضانه و در بعضی از روایات اومده که هر انسانی رو نام و نشانی است در آسمان. شما میخواهید نام و نشان شما در آسمان چی باشه؟ ملائک شما رو با چه نام و نشان و با چه شخصیتی بشناسن؟ در حدیثی صحیح اومده که خداوند منان وقتی کسی رو دوست میگیره جبریل رو صدا میزنه که آهای جبریل من فلانی رو دوست دارم، دوستش داشته باش. اون وقت جبریل اون رو دوست داره میگیره. بعد از اون جبریل در آسمان ها صدا میزنه که آهای اهل آسمون خداوند فلانی رو دوست داره، دوستش داشته باشید. اهل آسمون اون رو دوست میگیرن. فرشته ای از آسمون سرش رو میاره پایین داد میزنه آهای اهل زمین خداوند فلانی رو دوست داره. اون وقتی که محبت و عشق و علاقه خاص مردم به اون در همه زمینیان به وجود میاد. نقطه مقابلش اون شوم طبعی است که خداوند، اون نگون بختی که خداوند اون رو دوست نداره، ازش خشم گرفته. جبریل رو میگه که ای جبریل من فلانی رو دوستش ندارم. اون جبریله که باز از اون خشم میگیره، اون رو دوست نخواهد داشت. به آسمونی ها میگه در آسمون همه آسمون بر اون خشم و غضب میگیرن. فرشته‌ای بر زمینیان جار میزنه. اون وقته که اهل زمین هم اون رو دوست نخواهند گرفت. نقطه مقابلش اینه که اون نگون بختیه که خداوند ازش خشم گرفته. خداوند به جبریل میگه که من از فلانی خشم گرفتم. جبریل هم از اون عصبانی میشه. جبریل به آسمونی ها میگه، آسمونی ها هم از اون خشم میگیرن و کسی از آسمون بر زمینیان صدا میزنه و اون وقته که اهل زمین اون رو از اون نفرت دارن، دوستش ندارن.
این فضای رمضانه که ما بیاییم رابطمون رو با خدامون درست کنیم تا خداوند ما رو دوست بگیره. در این فضا، فضای محبت، فضای ایمان، فضای پرهیزکاری و تقوا، ما در خدمت شما هستیم با دو جوان عزیز، جوانان برومندی که زندگیشون رو فدا کردن در راه رسیدن به رضایت الهی، کوشا هستند تا زندگی با سعادت و نیکبختی رو داشته باشند. همراه ما هست مهمان عزیز و دوست عزیزمان محمد امین دانشجوی مرحله فوق لیسانس دانشکده علوم سیاسی هستند و همچنین در کنار ما هست برادرمون محمد ابرار صدیقی، دانشجوی مرحله لیسانس دانشکده حقوق و مسئول نهاد جوانان مسلمان در اسلام آباد. از اینکه این دوستان بزرگوار به ما شرف دادند و همراه ما هستند در این فضای رمضانی، از همشون، از هر دوتاشون کمال تشکر و قدردانی رو داریم. استاد امین، شما که در فضای علم سیاست و جامعه هستید، رمضان چه بازتابی میتونه داشته باشه در فضای جامعه رو چطور رمضان تغییر و تحولاتی درش به وجود میاره؟ خیلی ممنونم استاد محترم از اینکه شما در برنامه خیلی پر از ایمان و پر از برکت ما را مشارکت دادید. از اینکه من محصل علوم سیاسی هستم و تاثیرات رمضان را در جامعه که به حیث بنیاد یک سیاست یک مملکت می باشد، به نظرم تاثیرات خیلی مثبت ماه مبارک رمضان، قسمی که یک ماه پر از برکت، پر از رحمت می باشه، همین رقم بالای جامعه هم از برکات و رحمت آن حتما است. که از این جمله اولین رحمت یا برکت ماه رمضان بالای جامعه ای است که در این ماه مبارک شیاطین بسته میشه و اگر شیاطین بسته شوند، مثل این که بسیاری از انسان ها و افراد یک جامعه از وسوسه های شیطان در امن می باشه و بسیار از کارهای یا نابسامانی های یک جامعه از این وسوسه های شیطان پیدا میشه یا به وجود میاد. تاثیرات ماه مبارک رمضان بر علاوه از این که شیاطین از این بسته میشن و مردم در امن میباشند از وسوسه های شیطان، ای است که بسیاری از فساد که در یک جامعه می باشه تاثیر کم می شد. میزان فساد و جرایم بسیار کم می شد، قسمی که آمارها هم نشان می ده که نسبت به دیگر ماهای یک سال در ماه مبارک رمضان جرایم خصوصا قتل و غارت، دزدی، رشوه، دروغ که همه یک جامعه را به سوی یک گودال میبره و جامعه را از بین میبرد و اخلاق و فرهنگ یک جامعه را از بیخ برمیکند. این خیلی مؤثر ثابت میشد این ماه مبارک رمضان. بر علاوه از این که این ماه پر برکت تاثیرات بالای جرایم و جامعه داره، این است که در این ماه مبارک رمضان بیشتر افراد رو به عبادات، ذکر و ارتباط با مساجد زیاد میشه که سببش این است که روحن و قلبن مردم در آرامش می باشد. قسمی که در ماهای دیگر مردم آنقدر آرامش احساس نمیکنن نسبت به این که در ماه مبارک رمضان خیلی روحن و قلبن آرام می باشه و این هم تاثیر مثبت در یک جامعه ایفا میکنه. همچنان
در این ماه مبارک رمضان حس انسان دوستی، حس بشر دوستی خیلی زیاد میشه. خصوصا صله رحم، کمک به فقرا و مساکین، طعام دادن به روزه‌داره ها. همچنان قسمی که در این ماه مبارک رمضان هر عمل ثوابش چند برابر است، همه مردم کوشش میکنند تا بیشتر از بیش کارهای نیک انجام، کارهای خیر انجام بدن که سبب میشه در یک جامعه آمار اعمال نیک زیاد میشه و خصوصا صله رحم که بیشتر از افراد در دیگه ماها آنقدر به این چیز توجه نمیکنند. در مورد فقرا و مساکین قسمی که الله متعال در قرآن همیشه تاکید میکند که صدقه بدهید، زکات بدهید و در این ماه مبارک رمضان همین چیزا زیاد میشه که سبب میشه که محبت با فقرا و ارتباط با فقرا زیاد میشه و که سبب میشه همین قربت میان امیر و غریب، ثروتمندان و مساکین زیاد میشه که سبب میشه که یک جامعه طرف خوشحالی، طرف که مشکلات اساسی یک جامعه که همانا غربت و فقر می باشه از بین میره. در این ماه مبارک رمضان بیشتر از افراد در عبادات، در دادن نفقه، در دیدن یا بازدید با خویشاوندان خیلی عجله میکنن یا نسبت به بیشتر میشن که خود نشان دهنده صله رحمی در نسبت به دیگه ماهای که خصوصا عید هم بعد از ماه مبارک رمضان میاد که عید بازدید خیلی زیادتر میشه. بسیار زیبا. استاد محمد امین به نقطه بسیار زیبایی دارند اشاره میکنند. ایشون میگن که در همه کار انسان وقتی که یک کار نیکی رو شروع میکنه یک جوش و خروش خاص خودش رو داره. بعد از مدت این جوش و خروش به سردی میاد، اما در رمضان نه، شما با یک جوش و خروشی وارد فضای عبادی رمضان میشین. با مرور این روز این جوش و خروش بیشتر میشه، شوق شما برای عشره اخیر 10 روز آخر رمضان میاد، اعتکاف و فضای لیلة القدر. لیلة القدر شما رو به اوج عبادت میرسونه. بعد از اون هم آخرین شب رمضان احساس میکنید که در آخرین شب رمضان شما مثل یک کارمندی که در فضای کار و تلاش بودید در پیش خداوند منان، خداوند در شب آخر اجر کارمند رو میده. بعدش عید میاد، در این فضا همش خانواده بزرگ از نو تشکل پیدا میکنه. اون کدورت هایی که هست ضایع میشه، محبت ها بیشتر میشه، مردم به همدیگه نزدیکتر میشن، عزیزان قدر همدیگر رو بیشتر میشناسن. خیلی نقطه زیبایی بود، نقطه بشردوستی در اون فضایی که فاصله های طبقات اجتماعی از بین میره، در اون فضایی که فقیر حق خودش رو میابه، جایگاه خودش رو در جامعه احساس میکنه، از فقر و ناداریش دیگه خجالت نمیکشه، میاد احساس میکنه که در این جامعه کسی هست. آدمای ثروتمند در فضای رمضان احساس به گرسنگی میکنن، احساس به اون خستگی و کوفتگی و رنج و درد فقیر میکنن، با فقیر همگام میشن و یک فضای از الفت و محبت در جامعه به وجود میاد. استاد امین به آمارهای نابسامانی‌های اخلاقی اشاره داشتند که در آماری که ایشون به بررسی کرده بودند به این نتیجه رسیدند که در رمضان نابسامانی اخلاقی بسیار افت میکنه. مردم به سوی خوبی ها میرن، مردم به سوی ملکوتیت میرن، به سوی فرشته شدن میرن، اخلاقشون درست میشه، رفتارشون درست میشه. فرد یک اساس جامعه است. وقتی که فرد جامعه ساخته بشه به هر حال جامعه درست میشه و فضای جامعه یک فضای پرامن و با سعادتی میشه برای جامعه. خب در این فضا گناهکاران هستند، اونهایی که راه رو
با چاه اشتباه کردند و تو چاه افتادند. باز در این فضایی که شیطان دیگر نیست، وسوسه شیطانی نیست، تصمیم گیری، قدرت تصمیم گیری انسان بالا میره. انسانی که قدرت تصمیم گیری داره بسیار انسان قوی است. انسان متردد همیشه انسان بیمارگونه است. تردد بسیار باعث میشه که انسان وسوسه پیدا کنه، بیمار بشه، از نظر روحی روانی مشکل پیدا کنه. خب در این فضا گناهکاران چیکار کنند؟ باید برگردند به سوی خدای یکتا. استاد محمد ابرار صدیقی، شما به عنوان یک جوان و در این فضای رمضان که فضای عبادت هست، حالا این گناهکاران چیکار کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که برادر محمد امین فرمودن که رمضان ماه مبارک است که خداوند در آن شیطانها را با زنجیرها بسته کرده و به آنها قفل می اندازد و در حالی که در نبودت شیطان انسان می تواند که به عبادات دست بیندازد که سبب خوشنودیان می شود. و چون اگر در ما بعضی از افراد می باشند که مثلا بعضی تمام می کدام گناه هایی را که مرتکب می شوند آن را به سر شیطان می اندازند و شانه های خود را از بار گناهان خود خالی می کنند، در حالی که همین پیام رمضان است که می گوید که کسانی را که بارهای گناهان خود را بالای شیطان می اندازند، می فرماید که ماهی است که در آن خود شیطان ها با زنجیرها بسته شده و به آنها قفل انداخته می شود. فلهذا همین ماهی است که ما می توانیم در آن با اعمال خود اضافه بکنیم. و کسی که گناه می کند با آنها خداوند جل جلاله در قرآن کریم بارها ذکر فرموده است که هیچ وقت یعنی خداوند انسان را که مرتکب گناه می شود با آنها یک وسیله را به وجود آورده که عبارت از توبه می باشد یا استغفار. خداوند در به خاطر انسان ها استغفار را به وجود آورده که به سر وقتی که مرتکب گناه می شوند باید گناه به خداوند رجوع کرده و از گناهان خود توبه بکشند. توبه یگانه چیزی است که هیچ وقت در آن بسته نمی شود و همیشه در توبه به روی مسلمانان باز است و گناهگارانی که به خداوند رجوع میکنند و توبه میکنند خداوند به آنها میفرماید ای آنانی که مفهوم آیت قرآنی است، ای آنانی که شما مرتکب گناه میشوین در فکر آن نباشین که ما چقدر گناه کرده ایم و یا در فکر ازی در فریب ازی نباشین که ما یا گناهایی را که کرده ایم شاید حساب ازی هیچ به ما یاد نباشد و هیچ حساب نشود و یا مقدار آن بیشتر از دنیا و ما فیها باشد. پس اگر آنقدر هم باشد شما ناامید نشوید، پس به خداوند رجوع کنید و توبه بکنید و استغفار بکنید. فلهذا خداوند غفور و رحیم است، بخشنده و مهربان است. خداوند شما را بخشیده و گناهانتان را عفو میکند. بسیار زیبا، بسیار زیبا. فضای توبه و بازگشت به سوی خدای منان. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر پت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. یک میان برنامه با هم داشته باشیم و برگردیم در خدمت این جوانهای برومند باشیم. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید، آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. رمضان است و فرصتی برای بازرسی و بازنگری در روابط اجتماعی خودمون.
یک تلنگری به خود بزنیم، ببینیم که ما کجای کار هستیم. رابطه‌مون با پدر و مادرمون، با خویشامون، با دوستامون، با عزیزامون چطوره؟ بیایید یک لیستی درست کنیم از خویشاوندامون، از اونایی که هیچ ازشون نپرسیدیم، از اونایی که باشون قهریم، از اونایی که باشون مشکل داریم. حالا گناه از ما بوده یا از اونا، کوتاهی از ما بوده یا از اونا، بیایید درگذریم و یک فضایی از محبت و لطف رو در بین خودمون به وجود بیاریم و سعی کنیم یک همراه و هم مسیری پیدا کنیم تا ما رو در رمضان و بعد از رمضان یاری کنه برای رسیدن به خداوند. اون ذکاوت و هوش موسوی رو در خودمون بیدار کنیم، چون که حضرت موسی رو خداوند متعال به پیامبری برگزید، از خداش درخواست کرد که برادرم رو هم با من همراه کن، اشدد بهی ازری، تا کنار من وایسه، به من قوت بده، و اشرکه فی امری، و اون رو در کار من، در نبوت من شریک گردان، کی نسبحک کثیرا، تا ما دوتا برادر تسبیح تو گوییم خیلی زیاد ای خدا، و نذکرک کثیرا، و ذکر و ستایش تو گوییم ای خدا. این فضای خوبی ها و خویشاوندی ها و دوستی ها. یه لیستی از دوستامون تهیه کنیم، از اونایی که دیر وقت از اونا نپرسیدیم، دیر وقتی ازشون خبر نداریم، باشون رابطه برقرار کنیم. به هر حال انسان است تو کوتاهی، انسان است تو گناه، و خداوند است تو بخشش، خداوند است تو رحمت، خداوند غفور الرحیم، خداوندی که صبح و شام ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. اون خدای رحمان و اون خدای رحیم میخواد که ما برگردیم و توبه کنیم. استاد امین داشتند از توبه سخن میگفتند، استاد ابرار از فضای توبه گفتند که در فضای توبه انسان خودش رو باز میابه. برمیگردیم به استاد محمد امین و اینکه استاد شما در مورد توبه گفتید و استاد ابرار جان هم در این مورد اشاره کرد. حالا توبه چه روزنه ای رو برای اصلاح جامعه باز میکنه؟ تشکر استاد محترم. قسمی که یک شخص گناهگار در یک جامعه تنها مایوس می باشه و احساس میکنه که تنها است، باید همین گناهی که در او مشغول است باید انتشار بیابه، که سبب میشه همین رقم هر گناهگار گناههای خود را منتشر میسازه به جامعه و سبب میشه همه جامعه رو به فساد، که از هر نگاه، فساد اخلاقی باشه، فساد اداری باشه، فساد این همه سبب میشه که یک جامعه را به سوی قهقرا بکشونه. اما هر آن وقتی که یک انسان گناهگار راه توبه را دریابه و میفهمه که یک راه نجات است، باز از طریق همین توبه میتونه پس به سوی الله رجوع کنه و از همه کارهای بدی که داشته، گناهایی که کرده، از او نه این که نفرت کنه و بلکه اون را ترک کنه و در آینده او را انجام نده. توبه همین رقم سبب میشه بسیاری از افراد در جامعه به سوی راه مستقیم، برای مثبت که جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق میدهه بکشاند. فواید توبه همین است که افراد جامعه کارهای زشتی که داشتن همه را ترک کرده به سوی کارهای نیک میشتابند و این سبب میشه یک جامعه فضای خیلی عالی و مترقی را پیدا میکنه. بسیار بسیار جالب، نقطه بسیار جالبی که از نظر روانشناسی بسیار حائز اهمیته، که انسانی که در یک منجلابی افتاده، استاد امین میگن که میخواد که همه در اون بلا شریک باشند. یه آدم سیگاری میخواد که همه جامعه سیگاری باشند تا کسی به چشم تحقیر به اون نگاه نکنه. اون در خودش احساس خجالت میکنه، در خودش شکسته است. وقتی که در اون فضای فساد قرار بگیره،
احساس آرامش میکنه که من تنها نیستم که در این منجلاب افتادم. یک انسانی که در یک گناهی هست، در یک اعتیادی هست، در یک فسادی افتاده، میخواد که همه با اون شریک باشن. دزد میخواد که همه جامعه دزد باشن تا کسی به اون به چشم بد نگاه نکنه. زن بی‌حجاب میخواد که همه جامعه بی‌حجاب باشن تا کسی به اون اشاره بد نکنه. به این صورت میخوان که فساد رو در جامعه منتشر کنن. اینجاست که توبه روزنه امید میاد. روزنه امید یک چراغ سبزی نشون میده به این بنده گناهکار که ای بنده گناهکار، تو را خدایی است بخشاینده مهربان. هر چقدر گناهکار باشی، حتی اگر 100 تا انسان کشته باشی، باز هم به سوی خدا بازا که درگه خدا درگه ناامیدی نیست. این فضای رمضان فضای بستری مناسبی است برای توبه و توبه مسیری است برای تغییر و تحولات پیدا کردن در جامعه، اصلاح جامعه، تغییر و تحولات در خود شخص که شخص چطور خودش رو بسازه. رمضان است و فضایی از تغییرات در عادتها، تغییرات در باورها، تغییرات در سلوک و تغییرات در رفتار و حتی در احساسات، در دوست داشتنها و در دوست نداشتنها. استاد ابرار، شمایی که در فضای جوانها هستید و با جوانها بیشتر سر و کار دارید و خودتون هم ماشاءالله شاخ شمشاد جوانها، شما این تغییرات رمضانی رو در فرد چطور بازیابی میکنید؟ تشکر استاد محترم. تغییر عبارت از خروج از یک حالت به حالت دیگر می باشد. وقتی که ما از تغییر گپ میزنیم می خواهیم که از یک حالت به حالت دیگر خود را داخل بسازیم یا برویم. و حالا تغییر در رمضان چی معنی دارد و یا در رمضان چه قسم می توانیم ما در نفسهای خود یا در شخصیت خود یا در عادات خود چه قسم تغییر بیاوریم او علیه است. قسمی که فهمیدیم ماه رمضان ماه پر نور و مبارکی است نسبتاً به 11 ماه دیگر سال. خداوند ماه مبارک رمضان را به خاطر مسلمانان یک ماه بسیار یک پر نور و مبارک خلق کرده و به خاطر ازی که در آنها در 11 ماهی که کدام حالتی را که در آن هستند، اگر در حالت کدام مرتکب گناهان میشوند یا معتاد اعمال زشت هستند یا در کدام حالتی قرار دارند که آنها از شریعت بعض اعمال خارج میشوند، مرتکب میشوند، آنها در یک ماه در نفسهای خود تغییر آورده و با خداوند اتصال پیدا کنند و رجوع به خداوند بکنند. همین می شود که در انسان یک تغییر به وجود می آید. تغییر قسمی به وجود می آید که در 11 ماه اگر انسان در کدام حالتی وجود داشته باشد می تواند در یک ماه به خاطر ازی که پیش ازی که رمضان داخل می شود بر خود یک برنامه‌ریزی داشته باشد و اولا نخستاً با تمام معادات تمام حالتی که اون در او موجود است و وجود دارد آن را برای خود در یک ورقه یا در یک کتابچه من حیث یک برنامه نوشته کرده و می‌بیند که خودش در کدام حالتی قرار دارد و در چی باید تغییرات آید که از آن انسان یک انسان خوب جور شود. فلهذا می تواند انسان در برنامه‌ای که به خود ترتیب کرده باشد در رمضان در آن تغییر بسیار زیاد بیاورد. مثلا انسان از مرتکب گناهان می شود، آن را در برنامه خود در پلان خود پلان گذاری کرده می‌بیند که در رمضان چون نسبتا انسان مرتکب گناهان کم می شود می تواند که آنها از گناهان خود تغییر یافته به راست بیاورد. و اگر در انسان در یک حالت قرار دارد که با خویشاوندان خود قطع رحمی داشته باشد و یا با کسی خشمگین باشد یا در کسی در جنگ و جدل قرار داشته باشد یا با کسی دعوا داشته باشد می تواند که در همین ماه مبارک رمضان از آن حالت خود را کشیده و به حالت دیگری داخل شود که در آن تغییر مثبت به وجود آورده می تواند. بسیار بسیار زیبا. تغییر و ساختار نوین روابط اجتماعی خیلی مهمه تا ما در خودمون یه تغییر تحولاتی رو که رمضان به ما یاد میده. در طول سال ما با یک ریتم خاص، با یک روش خاصی عادت کردیم. در یه وقت معین غذا خوردن،
به کار رفتن، خورد نوش، خواب، بیداری، همه یه برنامه ریتم خسته کنندی رو ما پیش می بردیم. رمضان اومد نه، یک تکون محکم به ما میده که نه، خواب وقتش عوض شد، بیداری وقتش عوض شد، غذا خوردن وقتش عوض شد، نخوردن وقتش عوض شد. در همه طول سال ما احساس میکردیم که هر وقت دلمون میخواد میتونیم غذا بخوریم. الان نه، الان احساس میکنیم که ما بنده ایم. این همه نعمتهای خداست. وقتی خدا میگه بخور میتونیم بخوریم، وقتی خدا گفت نخور خوردن نیست. شما خودتون تصور کنید روی سفره افطار نشستید، منتظرید که اذان بشه، وقت بشه و افطار بکنید. احساس میکنید که این همه رزق و روزی از منه، اما من این جرأت رو ندارم بهش دست بزنم تا اینکه خداوند به من اجازه بده. در واقع پس اینجا احساس میکنیم که مالک حقیقی خداست، خالق حقیقی خداست. ما سربازان خداییم. این تغییر در نگرش، این تغییر در باور ما رو به سوی اصلاح جامعه میکشونه و به ما این شعار رو یاد میده که باید در راه رسیدن به خداوند کوشاه باشیم. همون شعاری که خداوند به آل داوود یاد داد، اعملوا آل داوود شکرا، ای آل داوود شکر به جا بیارید. نه فرمودن که شکر بگید، یعنی این که بگیم الهی شکرت کفایت نمیکنه. شکر کار است، شکر تلاش است. شکر علمی که خداوند به شما داده اینه که این علم رو به دیگران برسونید. شکر مالی که خداوند، ثروتی که به شما خداوند داده اینه که اون ثروت رو در راه اصلاح جامعه، در راه رسیدن به خوبی ها در جامعه پخش کنید. استاد ابرار به یه نقطه بسیار بسیار حائز اهمیتی اشاره کردن، اون برنامه ریزی است. برنامه ریزی درست. طبق برنامه ریزی درست انسان میتونه از وقتش بهترین استفاده رو بکنه. وقتی که ما یه برنامه درستی میذاریم میبینیم که چه چیزایی باید در این رمضان از سر راه ما بره کنار، چه کوتاهیایی ما داریم که اونا باید اصلاح باشه، چه اشتباهاتی کردیم که اونا باید اصلاح باشه، چه کم و کاستی‌هایی هست که باید اصلاح باشه، چه خوبی‌ها و کفایت‌هایی که در ما هست که اونها رو باید بیش از پیش بارور کنیم. روابط اجتماعیمون، روابط با دوستامون، روابطمون با خدامون، فهم و درک و شعورمون و علم و دانشمون، همه اینها رو در فضای رمضان ما میتونیم بارورتر و بارورتر کنیم. و این رو هم یادمون نره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر عبادت میکردند. عبادت اون فضا رو به وجود میاره که انسان در فضای عبادت تربیت درست بشه. وقتی که به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفتند که یا رسول الله شما اینقدر چرا خودتون رو زحمت میندازید، همه شب رو قیام و عبادت اینا، پاهاتون ورم کرده، استراحت کنید، خدا که از شما درگذشته. میفرمودند که افلا اکون عبدا شکورا. بیا اینو شعار خودمون قرار بدیم تو این رمضان که افلا اکون عبدا شکورا، من یک بنده شکرگزار نشم؟ پس این همه نعمت خداوند به ما داده، باید شکر این نعمت ها رو به جا بیارم و در رمضان سعی کنم که اون راهزنانی که راه رو به روی من میبندن، خوابای زیاد، تلویزیون ها و برنامه های فاسد، نشست برخاسته با افراد ناموزون، کسایی که وقت رو ضایع میکنن، کسایی که ما رو از این فضای ملکوتی رمضان دور میکنند، از همه این راهزنان رمضانی دور بشیم و خودمون رو بچسبونیم به قرآن و به خدای یکتا نزدیک و نزدیکتر بشیم. در این فضای رمضانی و در این برنامه نسیم رحمت با این دو بزرگوار آشنا شدیم و با بینش‌های جوونی که در علوم سیاسی درس میخونه و بینش سیاسی جامعه رو میشناسه و یک راهکارها و اندرزهای بسیار نمایانی رو برای ما روشن کردن و جوونی دیگه‌ای که استاد ابرار باشند و اون حرفهای زیبایشون و اون امید بخشیدنشون به جوانهایی که شاید در بسیاری موارد در چاه افتادن و یک مشکلاتی براشون پیش اومده، ناهمواری های اینها، که روزنه امید باز هست، درگاه امید الهی باز هست و بازا
هر آن که هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار گر توبه شکستی بازا.